شهرور به نام پایتخت قبل از خروج از کشور به دام افتاد که 13 بار سابقه دستگیری داشته، دست کم 2 قتل و 10 مورد اوباشگری در کارنامش. شهرور به نام پایتخت قبل از خروج از کشور به دام افتاد که 13 بار سابقه دستگیری داشته، دست کم 2 قتل و 10 مورد اوباشگری در کارنامش. شهرور به نام پایتخت قبل از خروج از کشور به دام افتاد که 13 بار سابقه دستگیری داشته، دست کم 2 قتل و 10 مورد اوباشگری در کارنامش. شهرور به نام پایتخت قبل از خروج از کشور به دام افتاد که 13 بار سابقه دستگیری داشته، دست کم 2 قتل و 10 مورد اوباشگری در کارنامش. شهرور به نام پایتخت قبل از خروج از کشور به دام افتاد که 13 بار سابقه دستگیری داشته، دست کم 2 قتل و 10 مورد اوباشگری در کارنامش. شهرور به نام پایتخت قبل از خروج از کشور به دام افتاد که 13 بار سابقه دستگیری داشته، دست کم 2 قتل و 10 مورد اوباشگری در